نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان. کوروش هستم از کانال سایبراسکوپ. امیدوارم درجه یک باشین. امروز اومدم در ادامه آموزش‌های هوش مصنوعی کوپایلت بریم سراغ این که بتونیم یه عکس رو به صورت حرفه‌ای تولید کنیم و ادیت کامل اون رو انجام بدیم با استفاده از مایکروسافت دیزاینر که از طریق همون چت بات کوپایلت قابلیت دسترسی به اون هم موجوده، اما به صورت جداگونه هم شما میتونید وارد مایکروسافت دیزاینر بشین. خب برای وارد شدن به کوپایلت خب همون مسیر قدیمی من انتخاب میکنم، وارد چت بات کوپایلت میشم. نکته که خب خیلی قابل توجهه و خیلی میتونه خوب باشه برای ما که میخوایم از این چت بات استفاده کنیم اینه که استفاده از این چت بات، حالا چه به صورت استفاده متونی یا به صورت استفاده برای تولید عکس و همچنین ادیت اون به صورت کاملا رایگان و همچنین بدون استفاده از فیلتر شکن، مخصوصا برای ما که یک سری چت بات های معروف مثل خب همون نسخه خود اصلی چت جی پی تی برای ما فیلتره، استفاده از این چت بات به صورت کاملا رایگان و بدون فیلتر هستش. خب یک سری عکس‌ها که اگه یادتون باشه تو ویدیو قبلی گفتم که به صورت بیسیک تو این پس زمینه قرار گرفته، نمونه عکس‌هایی که کاربرا پیشنهاد دادن و توصیفی که می‌خواستن از اون عکسی که تو ذهنشون بوده رو انجام دادن و عکسی که چت بات تولید کرده رو اینجا ما مشاهده می‌کنیم. برای مثال ما الان می‌خوایم یه عکس تولید بکنیم و اونو وارد مایکروسافت دیزاینر بکنیم و اونو به صورت حرفه‌ای ادیت بکنیم و در نتیجه خروجی کارمون رو استخراج بکنیم و حالا اگه برای تولید محتوا می‌خوایم استفاده کنیم یا می‌خوایم در صفحات مجازی منتشرش کنیم، بتونیم با فرمت‌های مختلف اون رو دانلود کنیم و به اشتراک بذاریم. خب برای اینکه من بخوام یه عکسی تولید کنم تو هم قسمت Ask Me Anything بات، ایده‌ای که تو ذهنم هستش میتونم استفاده کنم. برای مثال من همین الان یک عکس گربه دیدم که در حال زدن ویولن بود، میخوام مثلا همون رو توصیفش کنم. برای این چت بات مینویسم که generate an image مثال های مختلفی شما میتونید استفاده کنید، لزومی نداره که حتما عکس یا تولید محتوا صرفاً بنابر ماهیت خود عکس باشه. یعنی شما میتونید از نمودارها و آمارها به صورت عکس استفاده کنید. برای مثال شما میتونید ازش درخواست بکنید که آمار مثلا یک بیماری رو یا آمار مثلا برای مثال فوران یا آتشفشان توی کشور خاص رو به صورت نمودار مصور در بیاره. اینها همه امکان داره. منظور از این که صرفا ماهیت عکس مهم نیست، یعنی اینکه شما صرفا عکس‌های تزئینی هم نگرفتید مشکلی پیش نمیاد، یعنی به راحتی میتونید درخواست بدید و عکس‌های آماری هم دریافت بکنید، یا عکس برای مثال روی کتاب که داخل صفحات این کتاب مثلا آمار این نوشته شده و خب یکی از ویژگی‌های درجه یک این چت بات. حالا من میخوام بنویسم generate an image of the cat. خب برای ما میگه که من عکس رو درست میکنم. الان شروع میکنه قسمت پیشنهادی عکس ها رو برای من باز میکنه و حدودا اگه یادتون باشه تو اون عکس ها 4 تا عکس پیشنهادی برای من ساخت که توی 4 فضای مختلف بودن و ما میتونیم از اونها استفاده کنیم و یه سری آفر هم خب همین الان این پایین پیشنهاد داده که توی تغییر خود عکس یا درخواست اینه که عکس سایز بندی، یعنی عکس ریسایز بشه برای ما. خب برای مثال می‌بینید که الان 4 تا عکس برای من ساخته شد و دقیقا همون چیزی که من میخواستم. من میتونم یکی از اینا رو انتخاب بکنم. اگه دقت بکنیم میبینید که زیر این بخش آرم مایکروسافت دیزاینر ثبت شده، برای همینه که من میگم به راحتی میشه اونها رو اونجا ادیت کرد و حتی این عکس ها رو با ویژگی های بیشتر، با دیتیل های بیشتر تولید کرد. یعنی صرفا سر من الان برای مثال خواستم که یک گربه‌ای باشه که در حال ویولن زدن، من 2 تا پارامتر بهش دادم. محدودیتی تو تعداد پارامتر نداریم. چرا؟ شاید تو رعایت کردن پارامترهایی که ما براش در نظر گرفتیم کم و زیاد یا کم و کاستی به وجود بیاد، اما تا حد امکان پارامترهایی که براش توضیح داده شده رو سعی می‌کنه تو عکس بگنجونه. برای مثال من این عکس رو انتخاب می‌کنم. صفحه‌ای که برای من باز میشه اگه یادتون باشه توی ویدیو قبلی این صفحه برای ما ظاهر شد. این 4 تا آپشن رو من توضیح دادم. گزینه کاستومایز گفتم که توی ویدیو جداگانه کامل باید بهش بپردازیم. این گزینه سوم گزینه دانلوده
که من همینجا میتونم عکس رو با این رزولوشنی که به من گفته دانلود بکنم و ازش استفاده بکنم. اما اگه بخوام یه سری تغییرات روش ایجاد کنم، یه سری افکت بهش اضافه کنم، حتی این عکس رو تبدیل به یک گیف یا ویدیو کنم، یک پریویو داشته باشه، یک فید شدن داشته باشه، تمام اینا رو میتونم از قسمت کاستومایز استفاده کنم. گزینه کاستومایز رو که من کلیک کنم، وارد مایکروسافت دیزاینر میشم که این لوگوی مایکروسافت دیزاینره. عکسی که ساخته شده و انتخاب شده برای من لود میشه. چند تا نوار میاد راجع به تول ها و ابزارهایی که ما میتونیم از اونها استفاده بکنیم برای اینکه این عکسمون رو ادیت کنیم. در سمت چپ تصویر که دارم من با اشاره میکنم بهش 5 تولز برای ما قرار گرفته که از گزینه اولی که تمپلیت شروع میشه. تمپلیت رو که من بزنم یک سری قالب های از قبل آماده شده در اختیار من قرار میگیره که به صورت بیسیک و پرطرفدار هستن، یعنی به صورت مداوم داره از اینها استفاده میشه. اما برای مثال من اگه بخوام تمپلیت خاصی رو سرچ بکنم، این چیز مد نظرم باشه، میتونم از این قسمتی که سرچ تمپلیت نوشته راجع به رنگ تمپلیت هم اگه میخوام یه تمپلیت داشته باشم با پس زمینه کم رنگ، کانتراست رنگاش زیاد باشه، یا اگه میخوام یه تمپلیتی که داشته باشم که جایگذاری 4 تا عکس مختلف در اون وجود داشته باشه، میتونم از اینجا سرچ بکنم و به تمپلیتی که میخوام برسم. این از گزینه اول. گزینه دوم گزینه مای مدیا هستش، یعنی اون ویدیوها، عکس‌ها و حالا فرمت هایی که و فایل هایی که شما میتونید آپلود بکنید داخل تصویر و داخل این چت بات میتونید آپلود کنید که از اونها برای ادیت عکستون به صورت حرفه‌ای استفاده کنید. چند گزینه اینجا قرار گرفته که ما به دونه دونه به اونها میپردازیم. گزینه اول from this device که شما خب اگه از این گزینه کلیک بکنید ببینید که دیوایس شما رو وا کرد و از شما میخواد که عکس‌های که شما در حافظه خودتون دارید، حالا چه با گوشی وارد این قسمت میشین چه با کامپیوتر، عکسایی که در حافظه خودتون دارین رو آپلود بکنید که بتونید از اونها برای ادیت عکس استفاده بکنید. گزینه دوم گزینه فرام فونه که شما این گزینه رو که بزنید یک QR کدی برای شما آپلود میشه که شما این QR کد رو که با گوشیتون اسکن بکنید مستقیما وارد قسمت مایکروسافت دیزاینر توی مرورگرتون میشه و سلکت فایل رو به همون شکلی که تو الان تو تصویر نمایش داده خواهد شد قابل رؤیت هستش و شما میتونید فایل هاتون رو آپلود بکنید. حتی میتونید این گزینه که زیرش تحت عنوان یه لینکی برای شما قرار گرفته رو کپی کنید و برای کسی که حالا میخواین عکسی رو آپلود بکنید توی ادیت شما بفرستید و اون عکس آپلود بشه. گزینه سوم گوگل درایو که خب شما میتونید از گوگل درایو استفاده بکنید و تو اون حافظه ابری که حالا تو گوگل دارین، اگه عکسی دارین، ویدیویی دارین یا به هر حال فایلی دارین که میخواین تو ادیت عکس ازش استفاده بکنین در این قسمت آپلود بکنین. دراپ باکس به همین صورت و همچنین گوگل فوتوز که یعنی حالا دیتا ها یا عکس هایی که شما داخل گوگل فوتوز سینک کردین و از اینجا میتونین استفاده بکنین و وارد بحث ادیتتون بکنین. گزینه سوم که در سمت چپ تصویر بر من نمایش داده شده گزینه ویژوالز. ویژوالز یعنی حالتهای گرافیکی مختلف که شما میتونید از اونها برای ادیت کردن عکستون به نحوهای متفاوت استفاده کنید و حالا از عکسایی داره که فرمت بک‌گراند ندارن، یعنی بک‌گراند ندارن و شما میتونید تحت عنوان لوگو استفاده کنید، وکتور ازشون استفاده کنید. معمولا میشه تقریبا همون عکسایی که با فرمت PNG هستن یا هم عکس‌هایی به صورت کامل نمایش داده میشن که ما میتونیم ازشون استفاده بکنیم. در همین قسمت علاوه بر گزینه آل که همه پارت ها و تسکایی که تو ویژوالز نمایش داده رو به ما نشون میده، 4 گزینه دیگر رو من اینجا میبینم که گزینه جنریت هست. شما میتونید از اینجا حتی برای قسمت ویژوالتون یک توضیح خیلی مختصر و کوتاه راجع به اون چیزی که تو ذهنتونه و میخواین به ادیتتون اضافه کنید بنویسید که این برای شما جنریتش بکنه و شما بتونید قرار بدین روی تصویرتون. گزینه سوم گزینه فوتوزه که یعنی میاد اختصاصا از اون قسمت آل فیلتر میکنه و فقط فوتو رو برای شما برمیداره و میبینید که تو قسمت‌های مختلف با کاتگوری‌های مختلف شما عکس‌ها رو میتونید ببینید و اونها رو انتخاب بکنید. همچنین گزینه گرافیکس هستش که برای شما اشکال مختلف رو قرار داده، فریم‌های مختلف رو قرار داده، شیپ‌های مختلف قرار داده که از اینها میتونید استفاده کنید. برای مثال من میخوام این شیپ رو انتخاب کنم، این شیپ میاد قرار میگیره روی این تصویر و حتی من میتونم داخل این شیپ یه عکسی رو اضافه کنم به صورتی که این عکس به قالب همین شیپ در بیاد. و خب حالا استیکرهای مختلف، ایلوستریشن های مختلف قرار گرفته و شما میتونید ازش استفاده کنید که میبینید که باز خودش به 3 تا فیلتر شیپس، ایلوستریشن و آیکون قابل تقسیم و شما میتونید باز هم فیلترتون رو دقیق‌تر و جزئی‌تر بکنید برای اینکه سریع‌تر به اون چیزی که میخواین برسید. و گزینه آخر هم گزینه ویدیو هست. یه سری ویدیوهای
از قبل آماده شده و محدودی در این قسمت قرار گرفته که شما میتونید برای ادیت ویدیوتون از اونها استفاده کنید. برای مثال یک سری ویدیوها هستش تحت عنوان بک‌گراند ویدیوهایی که میتونید با ترانسپرنسی کم، یعنی اون شفافیت ویدیو رو کم کنید و در حد حاله از ویدیو باشه، تو قسمت بک‌گراند کارتون در نظر بگیرید که بتونه خب ادیت شما رو خیلی درجه یک و زیبا بکنه با توجه به اون موضوعی که هستید. اما حالا هر قسمتی که از این ویدیوها برای شما جلب توجه کرد میتونید گزینه شما رو بزنید و به صورت کلی‌تر اون تسک رو ببینید و از این ویدیوها استفاده بکنید. تعداد قابل قبولی داره و تقریبا میشه گفت دیتا قابل قبولی میتونه ساپورت کنه با این تعداد ویدیو داره، اما بستگی خب به سطح عکس و ادیتی که شما میخواید انجام بدین داره که ببینید آیا به درد بخور هستش یا نه. حتی میتونید ادیت خودتون رو تو گوشه از این ویدیو قرار بدید. صرفا این ویدیوها برای استفاده بک‌گراند یا استفاده جانبی نیست و شما میتونید این ویدیو رو مین کارتون قرار بدین و عکس رو به صورت جانبی استفاده بکنید. گزینه چهارم گزینه تکست هستش که اینجا برای من نمایش داده میشه. یک سری بیسیک تکست هایی داره، یعنی بیسیک تکست دیزاین هایی داره که شما میتونید از اونها استفاده بکنید و به این صورت هستش که از قبل طراحی شده و شما میتونید با تغییر متن، برای مثال من این گزینه رو انتخاب میکنم، این قسمت برای من نمایش داده شده و من میتونم حالا فونتش اینجا برای من مشخصه، سایز نوشته برای من مشخصه، سایز فونت، رنگ نوشته همچین برای من مشخصه. من برای مثال از اینجا میتونم رنگش رو عوض کنم که خوانا باشه. من اینجا میتونم با کلیک کردن روی این هر متنی که دلم میخواد وارد کنم. برای مثال من مینویسم کت و خب میبینید که دقیقاً به همون فونت، با همون استایلی که برای من نمایش داده شده بود قابل نمایشه و خب من میتونم از این استفاده کنم برای ادیت کارم. اما یک سری قسمت‌های مختلف هستش تحت عنوان add heading, sub heading, add body text. میتونید شما تحت یک عنوان، یک زیر عنوان اینجا در این قسمت و حتی یک تکست باکس برای اینکه بتونید اصلا مطلبی که خودتون میخواین با یه فونت خیلی ساده بنویسید و از اینجا انتخاب کنید. برای مثال من یه اد تکست باکس میزنم، یه تکست باکس اینجا برای من نمایش داده میشه. من میتونم با این گزینه که سمت چپ قرار گرفته هر قسمت از تصویر که دلم میخواد این تکست باکس رو قرار بدم و متنی که میخوام رو بنویسم. این تکست باکس که در این قسمت قرار گرفت، شما متنتون که یادداشت کردین، اتفاقی که میفته شما از این قسمت نوارهای بالایی میتونید هر افکتی و هر تغییری که خواستین روی متنتون ایجاد کنید، اهم از رنگ، فونت، سایز، راست نویس بودن، وسط نویس بودن و همچنین چپ نویس بودن، قسم بولد شدن متنتون. برای مثال من اینجا کلمه، من اگه بخوام یک کلمه بنویسم، برای مثال مینویسم مثلا کلمه جنریت رو من نوشتم، بعد این تکست باکس سایزش میبینم خب نوشتهش برای من کوچیکه، من میام نوشته رو بزرگ میکنم، سایز نوشته رو به اندازه که کافی باشه. این نوشته رو برای مثال میام بالا وسط قرار میدم. نکته که داره میبینید که خودش مثل نرم افزاری که حالا ما از اونها برای ادیت استفاده میکنیم، مثل ورد، فتوشاپ، اینا لاین هایی داره که به ما مشخص میکنه که این نوشته کجای تصویر قرار بگیره، از نظر محل قرارگیری اینا دقیق تره و میتونه بیشتر تو چشم باشه. حالا از اینجا من استفاده میکنم، رنگش رو سفید میکنم برای اینکه کاملا دیده بشه. گزینه بولد رو ما اینجا داریم که میاد پر رنگ میکنه. گزینه ایتالیک رو داریم که به صورت مایل مینویسه و سایر گزیناتی که قبلا با اونها آشنا شدیم. بحث آپیسیتی رو ما داریم که اینجا ما میتونیم اینو کم رنگش بکنیم تا قسمتی که اصلا نباشه و برمیگردونیم به حالت اصلیش که حالت 100%. همچنین یه گزینه دیگه هم داره تحت عنوان ریرایت که ما اینو که بزنیم دوباره میاد برای ما این قسمت رو قرار میده که ما انگار تکست باکسمون چیز جدید بنویسیم، یعنی متنی که ما نوشتیم از قبل پاک میکنه تا ما بتونیم متن جدیدی که میخوایم وارد کنیم رو به اون اضافه کنیم. این از توضیحات قسمت چهارم، تفاوتی نمیکنه در رابطه با این سه قسمت. بحث هدینگ اینه که یک فونت خاصی از قبل مشخص شده که تحت عنوان هدینگ، یعنی شما برای عنوان نویسی با این میزان بود و با این میزان سایز فونت مختص عنوان نوشتن از این قسمت استفاده میکنید. گزینه پنجمی که اینجا برای ما نمایش داده میشه برند کیت، یعنی شما میتونید از این قسمت با تم‌های رنگی مختلف برای ساخت یک برند کیت استفاده بکنید. یعنی شما بتونید با این تم رنگی به عکستون اضافه بکنید و یک برند کیت رو اضافه کنید. برای مثال آدرس چنلی اگه میخواین اضافه کنید، لینکی از قسمت‌های مختلف میخواین اضافه بکنید، از این قسمت میتونید استفاده بکنید.
این توضیحات نوارهای قسمت سمت چپ بود که ما میتونستیم از اونها استفاده بکنیم برای ادیت عکسمون. گزینه‌های دیگه هم تو این AI وجود داره که الان قرار راجع به اونها هم توضیح بدیم. برای مثال قسمت بالایی شما گزینه رو می‌بینید راجع به زوم که الان برای من 56%. حالا من میتونم این زوم رو بیشتر بکنم راجع به عکستونه که انگار با چه زومی شما می‌خواید این عکس رو مشاهده بکنین. برای مثال برای ادیت‌های جزئی که شما اسپسیفیک روی نقطه می‌خواید کار کنین، از این قسمت استفاده میشه. من برمیگردم سر گزینه اصلی، بحث آندو کردن کارها که اگه شما فیلتری رو اعمال کردین و از اون خوشتون نیامد اون فیلتر رو پاک کنین و یه مرحله به عقب برگردین. اما نکته‌ای هستش و یه بخشی هستش که خیلی جذاب میکنه این چت باتو، این قسمت هستش، بحث آیدیاز. شما این آیدیاز رو که بزنین میبینید که به صورت کلی اومده عکس شما رو به صورت مین قرار داده و یک سری ادیت ها و افکت ها خودش اضافه کرده به صورت یک سری پیشنهادها که اگه شما دوست داشتین از اونها استفاده کنید. برای مثال میبینید که حتی یک سری ها از این ادیت ها و آیدیا ها به صورت عکس، یعنی فرمت ثابته، و یک سری هاشون رو به صورت فیلم در آورده. برای مثال من این قسمت رو انتخاب میکنم و میبینید که قشنگ به صورت یک فیلم در آورده با محوریت عکس من و اینجا از من یک باکسی برای من ایجاد کرده. من تکستم رو اضافه کنم، یه باکس اینجا برای من ایجاد کرده و به صورت کلی یک قابی برای من درست کرده که من تمام قسمت های اون قاب رو هم میتونم ادیت کنم. برای مثال من از بیسیک این ویدیو خوشم اومده، اما با تم رنگی که در این ویدیو استفاده شده حال نمی کنم. برای مثال این کاری که میخوام بکنم، میام قسمتی که میخوام تغییر بکنه رو انتخاب میکنم. برای مثال بک‌گراند اینجا یه سری تم‌های رنگی برای من نمایش داده میشه. برای مثال من میخوام از گزینه مشکی استفاده کنم یا رنگ‌های دیگه. گزینه جالبی هم که در این چت بات وجود داره و خب خیلی به ادیت حرفه‌ای ما میتونه کمک کنه، این قسمت هستش و آی دراپر هستش که من میتونم این قسمت رو انتخاب کنم و هر قسمت از صفحه که رنگ اون برای من خیلی قابل استفاده میتونه باشه و خیلی میتونه منو جذب کنه و قرارش بدم برای بک‌گراندم، میتونم از اون استفاده بکنم و روی اون قسمت برم و اون رنگ رو استفاده کنم. برای مثلا میخوام یه رنگی نزدیک این رنگ بدنه ویولون به بک‌گراندم اضافه کنم. این گزینه رو میزنم و میبینید که اون قسمتی که من انتخاب کرده بودم تقریبا به رنگی که از بک‌گراند من انتخاب کردم نزدیک شده با استفاده از این آی دراپر. یا مثلا من میخوام رنگ قرمز رو انتخاب کنم، میبینید که تفاوت میکنه. این از این مورد. یه سری کالرینگ دیزاین ها هستش که یه سری رنگ هایی که استفاده شده تو ترکیب رنگی نمایشگر شما و این اتفاقی که افتاده تحت عنوان یه ویدیو رو اومده جدا کرده و شما میتونید به صورت بیسیک از این استفاده کنید. اما این سری رنگ ها هم هستش که الان تحت عنوان ریسنتلی یوز، اون رنگ هایی هستش که حالا من با استفاده از یا آیدراپر استفاده کردم یا رنگ های بوده که خودم اومدم این قسمت و انتخاب کردم. گزینه بعدی که اینجا ما داریم اپاسیتیه که من میتونم این رنگ قرمزی رو که انتخاب کردم برای اینکه یه مقدار لایت ترش بکنم کم رنگش بکنم و از اون استفاده. گزینه بعد هم ریسایزه که من ریسایز رو بزنم در رابطه با پست منه، یعنی این ویدیویی که من برای شما طراحی کردم داره میگه کرنت سایزش، یعنی سایزی که الان داره 1024 در 1024. اما اون سایزهایی که خیلی معروفه و بیشتر استفاده میکنن برای پست مربع اینستاگرام 1080 در 1080، استوریا به این صورت 1080 در 1920 و همچنین برای تبلیغات فیسبوک و پست های فیسبوک هم این عددا رو پیشنهاد داده و شما با استفاده از هر کدوم اونا میتونید به اون این پستتون رو به اون سایز تغییر بدین. حتی یه گزینه شعال هم داره که شما میتونید از اونها ببینید و برای پلتفرم‌های اجتماعی مختلف این سایز رو برای شما در نظر گرفته و شما میتونید بدون اینکه سایز رو دستی وارد کنین به صورت اتوماتیک به این سایز تغییر کنید. برای مثال حتی سایز کاغذهای مختلف هم اینجا در نظر گرفته. خب برای مثال من میخوام پست اینستاگرام درست کنم، اینو تحت عنوان پست مربع میذارم و این گزینه رو میزنم و کانتینیو میزنم. الان داره به صورت کلی پست من رو ریسایز میکنه و دو حالت داره. یا من میتونم این ریسایزی که استفاده کردم و توی صفحه جدید باز کنم و اون رو ادیت کنم. یک گزینه‌ام داره که ریسایز اند ریپلیس، یعنی من همین الان که این گزینه رو بزنم این تصویر که من از قبل داشتم با ابعاد 1024 در 1024 از بین میره و عکسی که جایگزینش میشه یا ویدیویی که جایگزینش میشه ویدیو جدیدی هستش با ابعاد 1080 که مناسب پست‌های اینستاگرام بود. برای من که الان زیاد متفاوت نیست و صرفاً بحث آموزشی، من گزینه رو میزنم و همین قسمت این اتفاق میفته و ریسایز اتفاق میفته. این از این قسمت آیدیا رو با هم مشاهده کردیم. یه گزینه داره تحت عنوان جنریت آیدیا، یعنی علاوه بر اون
حالت کلی که شما استفاده کردین و استفاده از ایده هایی بود که خود چتبات به ما پیشنهاد داده بود، با استفاده از گزینه‌هایی که ما سرچ کردیم، تمای رنگی که مد نظر ما بود، اینا همه دیتکت میشه و چند تا پیشنهاد برای شما قرار میگیره. اما اتفاقی که میفته، شما از این قسمت هم به صورت مستقل میتونید ایده ایجاد بکنید و توی دیزاینتون یک کرییشن جدید داشته باشین. برای مثال میبینید خودش یک جمله به صورت بیسیک نوشته که شما میتونید از اون استفاده کنید. حتی اکسترا پرامپت هم هستش که شما میتونید از اونها برای ادیتتون استفاده کنید که از قبل توضیحاتی که بقیه کاربران نوشتن ساخته شده و قابل استفاده هستش. اینجا توضیحتون رو که نوشتین میتونید تحت عنوان عکس جدا ازش استفاده بکنید، یا توضیحی که نوشتین و تبدیل به عکس شده میتونید تحت عنوان اد مدیا، یعنی به همون مدیایی که در حال ادیت بودین، اضافه بکنید. این مرحله از این توضیح خاص اینجا دیگه نیستش. حالا اتفاقی که میفته، دو گزینه هم در این قسمت قرار گرفته. یه گزینه نیو دیزاینی که شما خب وارد اصلا یه دیزاین جدیدی میشین و میرسیم به یک ادیت عکس جداگانه، اینا برای ایجاد یه صفحه و این نیو تب هستش. اما یه گزینه هم اینجا داریم تحت عنوان دانلود. این قسمت سلکت فایل تایپ، یعنی فرمت فایل رو از ما میخواد که تحت عنوان 5 قسمت ما میتونیم اینو برای خودمون اکسپورت کنیم و خروجی بگیریم. یکی MP4 که ریکامندد خودشه، یعنی پیشنهادی خودشه و شما میتونید که با کیفیت بالا این ویدیوتون رو دریافت کنید. به حالت گیف میتونه در بیاره این ویدیو رو. همچنین میتونه این ویدیو نباشه، یعنی حالتی که الان هستش. حالا درسته که اینجا من از اینجا میتونم یه پریویو داشته باشم و اینو به صورت یه ویدیو خیلی کوتاه داشته باشم، اما از این قسمت میتونم همین عکسی که در نهایت قرار تو ویدیو من نمایش داده باشه رو به صورت عکس دانلود بکنم که یا با فرمت PNG میتونه باشه یا با فرمت JPG. و همچنین خروجی PDF هم برای من ممکنه و هر کدوم از این خروجی ها رو من بزنم به صورت کاملا رایگان برای من دانلود میکنه و نیازی به استفاده از اکانت پرمیوم برای چند مورد از خروجی ها نیستش. گزینه دیگه هم که هستش، این قسمت نوشته کپی URL to clipboard، یعنی این گزینه دانلوده که ما فرمتی که انتخاب کردیم این لینک دانلود ما رو به صورت یه URL تو کلیپبورد ما کپی میکنه. همچنین اینجا هم یه گزینه داره send to phone، یعنی من دقیقاً مثل همون قسمتی که ما میتونستیم مدیا سند کنیم توی چت بات برای اینکه بتونیم ادیت کنیم، یه قسمتی هم داره که برای شما یک دونه QR کد جنریت میکنه و شما میتونید اینو با ارسال به گوشیتون و یا حتی دستگاه دیگه مثل تبلت و اینا خروجی رو به صورت اسکن اون QR کد دانلود بکنید. حالا دقیقاً به همون صورت یک QR کد این قسمت قرار گرفته. یه دونه هم لینک که حالا تصویری که تو موبایل برای شما بعد از اسکن QR کد نمایش داده میشه به این صورت هستش. این مورد از این. برای مثال من میخوام یه خروجی از این نرم افزار بگیرم، برای من خروجی گیف رو انتخاب میکنم، برای اینکه خب حالا صدای خاصی هم روی تصویر من قرار ندادم که بخوام اونو به صورت MP4 دانلود بکنم اینا، و من اینو دانلود میکنم. یک صفحه برای ما باز میشه و خب میبینید که داره خروجی میگیره و ما میتونیم از اون استفاده بکنیم. خروجی که بگیره به صورت فرمت گیف هستش و شما میتونید خب تو پلتفرم‌های مختلف اجتماعی هم از اون استفاده بکنید و همچنین میتونید توی نرم افزارهایی که کانورتر هستن این فرمت رو به حالت مختلف تبدیل بکنید. برای مثال من بخوام یک خروجی رو به صورت کامل با هم مشاهده کنیم به این صورت در میادش. و این از این مطلب شما حتی میتونید یه خروجی که گرفتین طبق حالا اون توضیحاتی که دادم سر سایز میتونید برای چند پلتفرم اجتماعی مختلف با چند رزولوشن مختلف خروجی بگیریم و باز هم محدودیتی نداره. گزینه که بعدی که حالا بخوایم به صورت تخصصی خیلی بهش بپردازیم بحث مای مدیا هستش که من میتونم مدیاهایی که خودم اینجا دارم رو به صورت تخصصی به اون پستم اضافه بکنم. برای مثال من لوگوی یوتیوب رو اینجا دارم و میخوام به پستم اضافه بکنم برای اینکه تبلیغی برای کانال یوتیوبم بشه. این گزینه رو میزنم، میبینید که عکس به صورت فرانت لیر اومد قرار گرفت، یعنی اومد روی عکس قرار گرفت و من میتونم با مثل دقیقا همون تکست باکس ها هر قسمتی که میخوام این تصویر رو ببرم. چند گزینه اینجا برای من نمایش داده شده. گزینه ریپلیس هستش که خب من میتونم با این گزینه ریپلیس برای مثال من عکسمو این قسمت تنظیم کردم اما میبینم یه لوگوی یوتیوب دیگه دارم که اون بیشتر جذابه و خیلی میتونه تو این پست به چشم بیاد. گزینه ریپلیس رو میزنم و در همین قسمت از تصویر که من اینو جایگذاری کردم اون میاد ریپلیس میشه. گزینه بعدی که دارم ریموو بک‌گراند که اگه عکسی داشته باشین که بک‌گراند داشته باشه، خب والا این عکس بک‌گراند خاصی نداره که بخاطر ریمووش کنه، اما اگه عکسی داشته باشین که بک‌گراند داشته باشه میاد اون عکس بک‌گراند رو ریموو میکنه. برای مثال من اگه بخوام براتون
به صورت دقیق اینو توضیح بدم، من لوگوی چنل رو میام این قسمت میذارم و ازش میخوام که بک‌گراندش رو ریموو کنه. میبینید که در حال ریموو کردن بک‌گراند، اما نکته‌ای که هستش کیفیت انگار ریمووی که اون بک‌گراند انجام میده برای عکسای خوبه که رزولوشن بالا دارن و با نرم افزار تخصصی مثل فتوشاپ آماده شدن یا با خود AI آماده شدن برای اینکه قشنگ بتونه دیتکت کنه و بک‌گراند رو ریموو کنه. برای عکسایی که از قبل از اینترنت دانلود میشن و رزولوشن بالایی هم ندارن، وقتی بیاد بک‌گراند رو ریموو کنه کیفیت خیلی پایینی داره و حاشیه‌های عکس به صورت کاملا واضح مشخصه که شما این بک‌گراند رو مثل وقتی که با فتوشاپ با پاک کن شروع می‌کنید به پاک کردن نمایش داده میشه و کنار تصویر به صورت نامنظم انگار خروجی میگیره و بک‌گراند رو ریموو میکنه. این از این نظر. حالا من این عکس رو پاکش میکنم چون بهش نیازی ندارم. من میام قسمت قرار میدم. گزینه سوم گزینه کراپه، یعنی من میتونم این عکسی که انتخاب کردم رو کراپ کنم. میتونم اگه تصویری باشه که برای مثال تصویر چند تا ساختمون باشه و من میخوام یه ساختمون انتخاب کنم، از این قسمت انتخابش میکنم و برای مثال این قسمتشو من لازم دارم گزینه دان میزنم و میبینید که گزینه کراپ میشه و همون اگه من برگردونم دوباره تمام نسخه برای من ظاهر میشه. گزینه کویک سلکت هم هستش که از اینجا میتونیم انتخاب کنیم که من میتونم این آبجکتی که انتخاب کردم رو کپی کنم، داپلیکیتش کنم. برای مثال من میخوام 2 تا لوگو یوتیوب قرار بدم تو این تصویر، با استفاده از گزینه داپلیکیت من این کارو انجام میدم. این از این مورد. سمت چپ تصویر برای من 2 مورد در بالا قرار داده. یکی ریموو بک‌گراند که خب ما از اینجا بهش دسترسی داریم، یکی بلور بک‌گراند، یعنی فقط پشت رو به صورت مات در میاره که حالا ما الان به اون کاری نداریم. یعنی خب چیز خاصی هم الان برای مثال من میخوام استفاده که میخوام بکنم، من میبینید که کپی آبجکت رو برای من فعال کرد و من میتونم داپلیکیتش کنم و میبینید که یک لوگو یوتیوب دیگه هم اینجا برای من قرار گرفت. این از این مورد. برای مثال من میخوام الان این عکس گربه‌ای که جنریت کردم و پشتش رو مات کنم. این گزینه رو میزنم و اتفاقی که برای من میفته میبینید که اون اون گربه‌ای که در وسط تصویر به عنوان مضمون اصلی ما قرار گرفته، پشتش به صورت کاملا مات در اومده و از این تو قسمت‌های مختلف میتونید استفاده کنید. اگه عکسی گرفتین که برای مثال یک محله‌ایه یا مثلا عکسی از یک ماشینی که میخوام پاکیج بلر بشه، اینا از این قسمت میتونید استفاده کنید. یه سری فیلترها به صورت پیشنهادی خودش برای شما فعال کرده و شما میتونید از اونها استفاده کنید. برای مثال اومده تم‌های رنگی با زمینه‌های مختلف رو برای شما فراهم کرده. همچنین میتونید شما به صورت کاستوم بیاین ادجاستش بکنید، یعنی برایتنس رو کم و زیاد بکنید، به صورت 100 بکنید که حالتهای مختلف میتونه داشته باشه. بعد شارپنس عکس رو میتونید تغییر بدین که یه مقدار حالت ریالیستیک تر پیدا کنه. اما در نهایت اگه شما خواستین برگردین دوباره به حالت اولیه، گزینه ریست ادجاست رو اینجا میذارید و دوباره تنظیمات به حالت اولیه برمیگرده. این از این مورد. راجع به ویژوالز هم بخوام یه توضیحی بدم، شما میتونید استفاده بکنید که از ویدیوهایی که گفتم تو پس زمینه میتونه قرار بگیره و به ادیتتون یک زیبایی خاصی ببخشه. برای مثال من از ویدیوهایی که تو بک‌گراند قرار میگیرن، برای مثال این گزینه رو انتخاب میکنم، میبینید که ویدیو به صورت همون عکس که قابلیت تغییر تو تصویر داره بر من اومدش و میتونم اون قسمت قرارش بدم و از این ویدیو استفاده بکنم. یه مقدار حالا طول میکشه تا ویدیو آپلود بشه. اومدش. من میتونم از این ویدیو استفاده بکنم که قسمت‌های مختلف قرار بدم. یک نکته که هستش این راجع به بک‌گراند ویدیو، یعنی قسمتی که ویدیو قرار گرفته من بخوام استفاده بکنم و میتونم پوزیشن ویدیو رو عوض بکنم. یعنی پوزیشن، از نظر پوزیشن منظورم اینه که شما مثل لیر بندی میتونین استفاده بکنین، یا میتونین ویدیوتون رو به جلوترین حالت عکس بیارین، یا میتونین با اون مطلبی که دارین مقایسهش می‌کنین ویدیو رو به قسمت پشتی اون ببرین. برای مثال من الان گزینه این حالت فوروارد، یعنی جلوتر از هر مطلب قرار گرفتم. من سنت تو بک رو بزنم که میبینید که عکس من و تکست باکس من اومد روی ویدیو قرار گرفت. حتی من میتونم گزینه ست از بک‌گراند که بزنم، ویدیو به صورت بک‌گراند در اومده برای تصویر من و خب من میتونم با استفاده از گزینه اپاسیتی اینا عکسامو جوری تعبیه کنم که ویدیو از پشت در تمامی تصویر قابلیت نمایش داشته باشه. این از این گزینه تکست باکس هم که خدمتتون توضیح دادم. گزینه برند کیت هم که گفتم برای استفاده از حالتایی که شما میخواین از لوگو استفاده بکنید.
یا در نهایت برای قسمتی که میخواید تبلیغی برای سوشال مدیای خودتون بکنید، در گوشه تصویر برای مثال من اینجا آرم یوتیوب قرار دادم، میتونم از اون تکست باکس ها استفاده کنم با تم رنگی برند کیتا و بیام توضیحاتی بنویسم راجع به که آدرس چنل یوتیوب من اینه و شما میتونید از این طریق وارد چنل یوتیوب من بشین. امیدوارم توضیحاتی که در رابطه با این چت بات و این دیزاینر بهتون دادم براتون مفید واقع شده باشه و بتونید به راحتی عکسایی که مد نظرتون هست برای تولید محتواتون آماده بکنید. امیدوارم اگه ویدیو رو دوست داشتین چنل رو ساب بکنید، حتما لایک بکنید که حمایت خیلی بزرگی از من میشه و بتونم در ادامه آموزش‌های خیلی مختلفی از چت بات‌های مختلف که خیلی به آسان‌تر شدن روند تولید محتوا کمک میکنن براتون قرار بدم. متشکرم از توجهتون. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.